در دایره عملی نمودن نقشه چاره‌بینی‌های 20 روز جوانی بخشیده به روز جوانی تاجیکستان تحت عنوان جوانان پیرو پیشوای ملت و محافظ دستاوردهای 25 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با وزارت کارهای داخلی سلسله چاره‌بینی‌های فرهنگی و فراغتی و ورزشی و سالمگردانی را به نقشه گرفته است. شعبه کار با جوانان ورزش و سیاحی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده در همکاری با شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده در مرکز شهر یک چاره‌بینی فرهنگی و فراغتی و ورزشی را برگزار نمود. هدف از گذراندن چنین چاره‌بینی این رشد نماد شاخمات، صیقل بودن مفکوره ذهنی و اینتלקتوالی نورسان و جوانان، همزمان پیشگیری آنها از کارهای نامطلوب از قبیل اوبوشی و غارتگری و افراطگرایی، همچنین در همین روحیه بلند برداشتن حس خودشناسی و خودآگاهی نورسان و جوانان میباشد. چنین معرکه خوب را برای ما پیشنهاد کرده است. ما باید جهد نماییم که دیگر دوستانمان جوانان از حقوق‌های قانونی خود واقف گردیده اشتراک فعال خود را در رفع این معرکه سیاسی احساس نمایند و مسئولیت را عاید به حقوق‌های کانستیتوسیونی خود درک کنند. ما جوانان امروز شکرانه استقلالیت، شکرانه این پیشوای ملت داریم که چنین جشن‌ها را برای ما پیشنهاد می‌گرداند. اینچنین خود همین روز عکسیه‌های عمومی جمهوری جوانان و رایپرسی و پرچم ملی افتخاریمند با اشتراک وسیع جوانان بهر دعوت عمومی وسیع مردم به معرکه سیاسی، رایپرسی عمومی خلقی، تحکیم خودشناسی و خودآگاهی، زیرکی سیاسی، تامین اشتراک فعالانه جوانان در حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت، بلند برداشتن موقع استوار آنها در سازندگی و بنیادکاری هر وجب خاک مقدس تاجیکستان عزیز برگزار گردید. ما جوانان شهر ترسونزاده از آن افتخار داریم که در وطن آباد و زیبا تاجیکستان بهشت‌آسا عمر به سر میبریم و ما افتخار داریم که این گونه چاره‌بینی ها را برای ما جوانان پیشنهاد مینمایند و کوشش مینماییم که به باوری پیشوای ملت سزاوار گردیم که باباهای خوب و اعلی دانشگاه را ختم نموده و نامبرداری وطن باشیم، وطن خود را آباد نماییم. همچنین در دایره عکسیه‌ها موادهای اطلاعاتی و ترغیباتی جوانان و رایپرسی و پرچم ملی همچون تحفه بهترین از طرف شعبه کار با جوانان ورزش و سیاحی نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر ترسونزاده صورت گرفت. در دایره عملی نمودن نقشه چاره‌بینی‌های 20 روز جوانی بخش به روز جوانی تاجیکستان طبق نقشه چاره‌بینی‌های کمیته جوانان ورزش و سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همدستی با وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان امروز در تمام مناطق شهر و ناحیه کشور مسابقه‌های ورزشی و چاره‌بینی‌های فرهنگی عمومی و سیاسی برگزار گردیده است. از جمله امروز در شهر ترسونزاده در باغ فرهنگی و فراغتی شهرمان مسابقه ورزشی شاخمات، ششک، تنیس روی میزی، بندکشی و این مانند مسابقه‌های ورزشی برگزار گردید. اساساً مسابقه ورزشی از شاخمات و ششک عبارت بود که در چاره‌بینی زیاده از 1500 نفر جوانان فعال شهر ترسونزاده اشتراک نمودند. اینچنین در رفت چاره‌بینی ورزشی مذکور عکس جوانان و رایپرسی، پرچم ملی افتخاریمند، عکس یخماس با همدستی بخش جوانان ورزش و سیاحی با همدستی شعبه وزارت کارهای داخلی شهر ترسونزاده برگزار نمودیم. غالبان آزمون با تحفه‌های خاطروی و دیپلم و افتخارنامه‌های بخش جوانان ورزش و سیاحی و شعبه وزارت کارهای داخلی شهر ترسونزاده سرفراز گرداندند. اینچنین در عکس با جوانان مفهوم رایپرسی و اشتراک فعال آنها را در رایپرسی مفهوم آن را فهمانده داده شد و جوانان خوب احساس کردند که اشتراک ایشان در این چاره‌بینی مهم سیاسی حتمی است. مقصد برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها اساساً همون برابر گوییم دادن پرچم ملی و دست هر یک جوان، بلند برداشتن حس وطن‌دوستی و میهن‌پرستی، بیدار نمودن هویت ملی جوانان و روانه ساختن جوانان به همون معرکه‌های مهم سیاسی و فرهنگی در پیش ایستاده. از جمله روز رایپرسی عمومی خلقی باشد که باید ما در وجود جوانان احساس وطن‌دوستی، حس خودآگاهی و حس ملی را بلند برداشته باشیم.
چاله‌بینی فرهنگی و فراغتی و ورزشی را کارمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده با سرود و ترانه‌های وطن دوستانه باز هم جالب و رنگین نمودند. گزارش خورشید علیمو فیروز میرزایف از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.